آقا مبارکت باشه. مرسی عزیزم. مدل موتور 1402 ها. خوندم دورت بگردم. عجله دارم. آره عزیزم. ببین بیمه 1 ماه داره. ما بقیه‌شو باید خودت بزنی. الان میرسم. آقا توی قرارداد نوشتم همه اینا رو. هزینه سندم با خودته. عزیزم دورت بگردم. اینا رو یه بار گفتم چشم گفتم اینم خوندم. میگم ولی تو باز یه بار فدات شم. امضا رو زدم موتور من بده من برم. مبارکت باشه آقا جون. مبارکت باشه. الو. سلام آقا. خسته نباشید. وقت بخیر. قربان شما. مرد حسابی این چه طرز معامله کردنه؟ ما 2 ماه پیش از شما یه موتور برداشتیم بردیم. بله. الان فهمیدیم مدل 402 قرار بود یه سالم بیمه داشته باشه، بیمه رو هم نداره. آقا من همه این شرایط رو بهت توضیح دادم. کی تو گفتی برادر من؟ آقا شما کی همچین چیزی رو به من گفتی؟ من الان بعد 2 ماه بعد بفهمم مدل موتورم 402 بیمه رو نداره. توضیح دادم بهت، هم داخل قرارداد نوشته شده و من اصلا این حرفا برام مهم نیست. من میرم ازتون شکایت میکنم تا یاد بگیرین چجوری باید معامله بکنیم. آقا هر کاری که دوست داری انجام بده، ولی تمام شرایط من خدمتتون توضیح دادم، داخل برگه قراردادم کامل نوشته شده. آقا چرا نخونده امضا میکنی قراردادو؟ اون موقعی که موتور رو داری میخری ممکنه که کمی شور داشته باشی، هیجان داشته باشی، صحبت‌ها رو متوجه نشی یا بعد متوجه بشی. همیشه قراردادی رو که امضا میکنی رو کامل بخون و بعد امضا کن.